мемду ба Рифат занг зада наметавонам. дар беморхона аст. не янга, дар беморхона нест. дар куҷо аст? дар офис? не, дар офис нест. набошад дар куҷо аст? чӣ хел шумо аз раисатон бехабар ҳастед? шумо чӣ гуна кор мекунед? Рифат дар куҷо аст? ҷавоб дед. янгаҷон, оғои Рифат охирин бор бо шумо як ҷоя буд, мо намедонем. баъд аз он ғайб задасту пурсидани омадем. чӣ? Рифат аз ҳамон вақт ғайб зад? аз ҳамон вақт бо вай дигар дар алоқа шуда натавонистем. майлаш, ман рафта аз падарам мепурсам. шумо ҳам боз дар ҳама ҷо овоза накунед. аз Рифат ягон хабар шуд, ба назди ман биёед. фақат ба ман. фаҳмидед? амр кунед, янга. ака, падарамонро ёфтем. чаро гапҳои беҳуда мегӯӣ? агар ба бахтиёр ягон чӣ шавад, то бе янгаи азиза шавӣ. ба юдари акякин аст. ягон кас бо чашм дар нигоҳ карда наметавонад. худоё ба ман сабр биде. пештаро. ба хайр аст духтарам, ягон гап шуд? чӣ шуда нашуд ту гап мезанӣ, падар? Рифат дар куҷо аст? бо вай чӣ кор кардӣ? ором шав духтарам. гузашта шин. ман ягон кор накардам духтарам. ба ту ваъда додам. ба вай асло даст намерасонам. чунки туро аз даст додани нестам. набошад Рифат дар куҷо аст? ман аз куҷо донам духтарам? ҷои шавҳаратро аз ман мепурсӣ? дар ҳақиқат намедонӣ? намедонам гуфтам ку. аз куҷо донам? ту маълумот надошта бошиам дар куҷо будани Рифатро медонӣ. донистанат дар кор. духтарам намедонам. дар олами майфе мегуфтагиатон бе иҷозати ту ҳатто як парранда пар ҳам намезанад. ҳамин хел. лекин набошад шавҳарамро пайдо кун. духтараки зебои ман, ба хотири ту ҷони ӯро бахшидам. боз маро ба вай посбон таъин накун, илтимос. Рифатро биё, падар. илтимос. майлаш духтарам, ту ғамгин нашав. ман ӯро меёбам. ту ҳозир ба хона рав. ترکم لبکه زن فوت بیاید. مبول کرده توحید گربه بوده است.
باز تشکر انتظاری. شما بخیر. ببخشید شما از همین اویله هستید؟ بله. لیکن بعد تو چی؟ نه من شما رو در این جایها هیچ ندیده بودم، برای همین پرسیدم. چون که نبودم. در نبودن من رئیس محله شده ای تو؟ با اما که حکمت چی میشوید؟ دخترش. دخترش. نامی من عمر. شما بخیر. تو کی هستی؟ کی هستی میگویم؟ من رمضان هستم. رفیقی اکی بختیار هستم. همراه امکی حکمت کار میکنم. با شما در تلفن هم صحبت شده بودیم. خوش آمدید. مرحمت. مرحمت. گفزان عمر پدر من سایدم رو یافتم. نقل کن. کم در پیش با خواهر بختیار شناس شدم. دختری خیلی عجیب. با واسطه او داخل اویله شده میتوانم. آفرین. تا با پا راست ایستادنم این کار را حل کن. وقتی که من با پا راست ایستادم همه‌اش را به خود یکسان میکنم. با امر شما. نازنین پدر اکم در کجاست؟ برای آن که تو فهمی با فکرت باید یکان توی ما غیب زنیم. با سر نکنید پدر اکم در کجاست گفتم. گم شد. غیب زده است. اما تو بر این ترک کردن نرفت. بی ادب. نباشد دختر یگانه تو نوران در کجاست؟ نوران در بیمارخانه. چرا با اپم یگان گپ شد؟ نه یگان چیز نیست. همه خوب است. شادی بیگ دور است. در نصیبای برای نگاه بینی شده است. با اکای شادی بیگ چی شد؟ تیر خورد. تیر خورد؟ لیکن یگان چیز نشده است. خوبن هر دویشان. بهت خوبن. پروا نکن. به این هم غیب زدن اکای بختیار ما با آنها نگفتیم.
خانم باز با پدرتون اینقدر دعوا نکنید. اماکی حکمت به این هم امروز بسیار روزی وزنی میگذارد. تو با من در مسئله پدرم عقل نشون میدهی. استغفر الله. رفیقی اکای بختیار هستم کو از همون سبب. اکام در کجاست؟ نمیدونم. رفیقش نیستی مگر برای چی نمیدونی؟ یگان کس نمیدونه. اکای بختیار تماما گم شد. اکا طاهر در کجا بودی؟ با پدرت بودی؟ طاهر جان این بسیار مهم است. چیزی که دنیا نگیز مایلش. این چی گفتنی گپ؟ در کجایی رفت؟ در کجایی؟ خانم من تا حاضر پدرتون تنها نماند گفته انتظار شدم. به جستجوی اکای بختیار میبرایم من. شما با پدرتون نگاه بین کنید. با کجا؟ یک جای است که در آنجا بودن اکایتون شبهه دارم. انتظار شما من هم میآیم. لیکن بسیار خطرناک است. گم شدگی اکای من است. من نگاه کرده به شما خبر دیم. با تو من هم میآیم گفتم. میل شما میدونید. کمتر سراسیمه کار هستید به فکرم. چی گفتی تو؟ نه یکم چیز نگفتم. نباشد تو کارو تمام کن. من در پایان انتظار میشوم. میلش. خیریت آمده توانستی؟ همه ریختگی نبکر تمام کردم. با همین میرویم؟ نه در راه من این رو در پرتو میپرتیم. رفتیم. در رو نپوشیدی؟ ها بله یک داشته است. به من نگر فؤاد. از تو یک چیز میپرسم. هرگز به فریب دادنم کوشش نکن. سلام علیکم دوستان عزیز. شما تلفن های خود را زیاد استفاده بردید و باز میخواهید عوضش نمایید و ماشین هایتان را میخواهید فروخته نوش را خرید یا اینکه شما جای استقامت برای یک شبانه روز و یا برای ابدا میخواهید. پس شرایط بهترین و آسان‌ترین راه خرید و فروش چیزهایتان را مهیا کردیم. اکنون شما با سامانه پلی مارکت تلفن هایتان در آمده پروگرام پرودای تیجی رو در تلفن هایتان ثبت نمایید و ان شاء الله به همه آرزوهایتان میرسید. و اینجوری شما میتوانید از یوتیوب کانال پرودای تیجی استفاده برید. پرودای تیجی همیشه و در همه حالت با شما. سیلک برای اسکچت کردن پروگرام در تگ ویدیو. عاقبتش وزنین می شود. به شما جوابی نادرست دادم که معنای این کار کردن خودم را دارد. رفت از بینمان گم شده است. این کار به تو یگان علاقه ندارد؟ نه اکای ایتکینم اصلا. با اون چیزهایی که شما مرا من نموده چی کار دارم؟ زمینی که شما رخصت ندهید به آسمانش حتی من نمی نگرم. نقص فؤاد نقص. چشم و گوش تو هم کشاده باشد. درباره رفت یگان چیز شنوی یا بینی در حال به من خبر ده. البته اکم شما امر کنید. با اجازت شما من روم. اکای دیکی این بختیار یک رفیق داشت که تیر خوردگی وای رو یک زیارت کنیم بلکه یگان چیز میدونیست نیست. درست میگویی ترکم.
در کدام بیمارخانه باشد انیق کن. پگاه رفته یک بینیم. خواب شده سکه. بیا ما هم رویم. به رفعت زنگ زده نمیتوانم. او کجا گم شد؟ یا اینکه پدرت یگان کار کرد. من جایش رو میدونم. باید کمی استراحت کند. حاضر در کجا است؟ گفته نمیتوانم لطیفه خانم. و من به کسی نگوی گفت. دخترم تو پسری مرا از من میگویزونی. رفعت در کجاست؟ میبخشید لطیفه خانم. گفته نمیتوانم. لیکن این قدرش از حد زیاد نباشد. وقتی این زن رو به خانه آوردن باید فکر میکردید لطیفه خانم. به خانه زنی اویلدار زنی دویم رو آوردن زیاد نه و اینش زیاد شد. نه دخترم نه. تو تا جانی مرا یا از رفعت رو نگیری آرام نمیگردی ها؟ داروهایتون رو بیارم. لطیفه خانم آروم شوید. فشارتون باز بلند نشود. بیایید شما شنونم. بیایید. خدای بزرگ. نه دخترم نه. به تو یگان چی نگفت؟ تو در کجا بودنش را نمیدونی؟ نمیدونم لطیفه خانم. دخترم رفعت از حجره تو نمیبرد. لیکن برای چی خبرها رو به عزیزه میدهد؟ چرا این آدم رو صاحبی کرده نمیتوانی؟ خودت را کمتر قیمت فروش. با فکرم عزیزه دروغ میگوید. چقدر دروغ میگوید دخترم؟ من فهمیدگیم را فهمیدم. تو بغل رفعت میدرویی، لیکن وای عزیزه به قلبش میدروید. خیلی غیب زد. یگان کس در کجا بودنش را نمیداند. خواهرش هم به فکرم اکم گم شده است گفته آمده است. فؤاد رو پیدا کن. رفته پنهانی خانه‌اش رو بین. این فؤاد شیطان در کجا چی کار کردنش معلوم نیست. از نیرنگ های او احتیاط باش. با امر شما پدر. برای چی به اینجا آمدیم؟ صاحب این خانه با اکد یک مشکل دارد. ممکن که وی دزدیده باشد اکد رو. اکای من با کسی سر و کار ندارد. نباشد وی آدم با اکد سر و کار دارد گویم. خیر میلش به درون میداریم. نه این خیلی هم نه. اینها آدمانی خطرناک. تو اینجا انتظار شو. من در اومده میبرایم زود. میلش لیکن زود بیا. اگر در 15 دقیقه نیومدی به پلیس خبر میدهم. میلش تو هم با دقت باش. خیر زود باش. با این آدم دستگیر شدیم. باید اگر کس خبر نیافته حل میکردم این کار رو. فؤاد در داخل خانه هم آدم مونده است. دیگران خبر نیافته کارش را حل کنند.
باز همینطور. تو چی ما رو میپویی؟ در نزد خونه دیدنت هم تصادف نبوده است. تماما تصادف. چی خیلی تصادف؟ وعده میدهم بعد نقل میکنم. وعده. چی شد؟ اکام در درونم؟ اکاتون در درون نیست. در اومدنم رو فهمیدم. بیا رفتنم رو نکن. بیا زودتر. رفتیم. راه کرد. نه نکن پدر. وای رو گسار نکن. باز چی گپ شده ابله؟ بیدار چه کلادم؟ آقای رفت ای خیز کنی؟ بختیار آقای رفت دزدیده است. کشت وای رو کشت. مرده ها آدم دزدیده نمیتوانند انیل. یک خواب است این تمام. مرده ها میگوریزند اکا آقای رفت بختیار رو دزدیده کشت. میگویم به تو با من باور نمیکنی. نوبت ما آمد اکا. با ما بازی کرده ایستاده. بازی به تو یک بازی میکنم. انا بعد میبینی چی میشود. ای چی کاری میکنی کن، لیکن آوازت رو نبرور. ها فراموش نکنم کلید خونه. تشکر. با تو هم زحمت دادیم. نه زحمتی چی؟ خوب که تو آمدی. یعنی چی خیل؟ وای یعنی پدرت برای آمدنت بسیار خرسند شدگیست. در نظر تو همین خیل میتابد. اگر خرسند میشد دختر جانم گفته با آغوش میگرفت. از درون دیلش گفتگیست. خدای توبه. من دخترشم نفهمیدم. تو چی خیل فهمیدی؟ من میفهمم آدم رو. از دیلش گذرانده و نگفتن هویش رو. ها همین خیل. اصلا تو برای چی خانه رو ترک کرده بودی؟ کارهایی که به تو دخل ندارد بینیت رو نخلانم. کنی فهم از درون دیلم به تو چی گفتم؟ کارهایی که به تو دخل ندارد بینیت رو نخلان گفتی. شبی خوش. امروز بهتر هستی شدی بک؟ کمی درد میکند لیکن خوبتر است. تو در نزدم هستی که نجم خواب را بسرم. خدا شفادیت شدی بک. امروز خیلی شکر زیاد. خوب هستم. خوبم. نوران خواهرت به خانه برگشت. چی خیل؟ همین خیل آمد. وقتی دیدنت میپوسی. من از وای هیچ چیز نمیپرسم. عمر تو یک چند وقت نبودی؟ می آیم گفتی نآمدی؟ در کجا بودی؟ کار داشتم. چی کار داشتی؟ با پرس پاس میگیرید مرا؟ لازم شود بله. جواب ده. در کجا بودی؟ فوات رو تعقیب کردم. چه خیل تعقیب کردی؟ به خانه اش در آمده همین خیل گفتگو کردم. تو چه خیل از پیش خود کار میکنی؟ من به شما نه، با آقای رفت کار میکنم. از شما نه و از او امر میگیرم. این روشی تو روش نیست. این سر تو را بسیار نمیگرداند. تهدید میکنی؟ یا اینکه به سرم پرونده به غور میپرتایید؟ خیر تمام. چیزی که باشد. در خانه فؤاد یگان چیز یافتی؟
نه متاسفانه من با جستجوی آقای رفعت میبرایم. خیر تا بازدید. آقا او چی میگوید؟ این حالت عیناً به خوابهای تو مانند است انیل. دیدی مثل که پای چپه بود. خدا شفا دهد. سلامت باشه. ما نزدیکان آقای شادیبک را دیدنی بودیم. مرحمت، من از نزدیکانش. بابا کی میشوید؟ رفیق پسرم هست. پدرش حساب میشوم. در دستم کلا شد. یعنی برای من بختیار چیزی باشد شادیبک هم همان. از پسرم جدا نمیکنم. بختیار؟ نام شما چی بود؟ حکمت. و این خیلی نبود. رحمت نامی پدرت چی بود؟ حکمت. رحمت را میشناختم. آدم خوب استوار بود. نامی پدرت شکر نبود؟ شکر بوده، لیکن ما بین خودمون وی را حکمت میگفتیم. یعنی شما پدر بختیار هستید؟ شما شناسید؟ بله البته. رفیقم میشود. تیر خوردن شادیبک را شنیده گفتیم یک خبر گیریم. سلامت باشید. پدر جان، بختیار کی است؟ انا حبیب. خدا شفا دهد. سلامت باشید. این جناب رفیق بختیار بوده است. شادیبک را شنیده خبرگیری آمده است. اگر یگان چیز لازم شود حتما خواهش کنید. بختیار به من برادرم می شود. تشکر زیاد. پدر جان، اکنون شما در اینجا انتظار نشوید. من هستم کن. نمی شود خیر. پدر جان بسیار خسته شدید. باز با شما یگان چیز نشود. من فکر شما رو میکنم. آقای حکمت، دخترتان درست میگوید. بسیار خسته می نمایید. اگر خواهید من شما را تا خانه‌تان برده رسانم. بسیار خوب می شود. پدر جان روید. با دختران گپ گذراندن دشوار. میدانم. فرزند که شد آب از رفتن میماند. خیر زحمت نشود بیاید رفتیم. نه چی زحمت می شود؟ می رویم. یعنی شما پدری بختیار هستید؟ ما هم با بختیار خیلی شد و نخورده ایم. چی خیلی؟ احوالش خوب است؟ از دیروز باز بی‌درک غیب زده است. با پلیس خانه رفتیم تا 24 ساعت نگذرد یگان کار کردن نمیتوانیم گفتند. بعد از اون که با کاری فرمیش ترمخ سر کرد یک آدمی عجایب شد. در فرمیش ترمخ سر شد. من خوبم. ضرری کلان دیدیم. پسرم در طرف راست ایستا.
قریب که آمدیم. انمی خونه است اکا. در همینجا زندگی میکنی هستیم بختیار؟ بله اکا. مرحمت یک چای نوشیم. ضعیف کنید به پول گذارید و صاحب تلفنی خواسته عطا شوید.